شنتی دختر بچه 4 ساله بود که در هند زندگی می کرد و مرتب به پدر و مادرش می گفت که در روستای مترا زندگی می کند و مادر 3 کودک است. همچنین اسم خودش را لوجی می نامید. بعد از تکرار این داستان توسط شنتی، خانواده تصمیم به بررسی این موضوع گرفتند و بعد از تحقیق متوجه می شوند که مترا نام روستایی واقعی است که زنی به نام لوجی به تازگی در آنجا از دنیا رفته است و این زن دارای 3 فرزند بوده است. والدین شنتی او را به این روستا بردند و با کمال تعجب دیدند که این دختر 4 ساله به راحتی با لهجه محلی این روستا آشنایی کامل دارد. و نکته جالب این که شنتی 24 راز مختلف از زندگی لوجی را برملا کرد که همگی